آقا میخوایم از روی آرایش الکترونی موقعیت عناصر رو شناسایی کنیم. بگیم آقا گروه چنده، دوره چنده. یه عنصری بهمون دادن Na11، میخوام ببینیم که دوره چنده، گروه چنده. چیکار میکنم؟ نگاه کن، من میام آرایش الکترونی براش رسم میکنم. آرایش الکترونی دیگه فول شدی دیگه، 1s و 2s و 2 پیشی 3s1، 11 تا پر شد. خب حالا دوره همیشه راحته. ببین بزرگترین n در آرایش الکترونیت میشه شماره دورت. خب آقا انا کدوم بودن؟ این اعداد پشت زیر لایه ها، 1 2 2 3. بزرگترینش کدومه؟ 3. پس میگم انا دوره چنده؟ دوره 3. گروه چنده؟ گروهش فقط داستان داره آقا. گروه داستان داره، بستگی داره که آرایشت به چی ختم بشه. نگاه کن به من، اگر به اس ختم شد، اگر فقط به اس ختم شد، اس الان ببین 3s1 داریم، به 3s1 ختم شده دیگه، آخرین الکترون وارد 3s شده. خب همون تعداد الکترون های اس آخری میشه شماره گروهت. همون تعداد الکترون های اس آخری. چند تا الان اس آخری ما چند تا الکترون داره؟ یه دونه. پس میگم سدیم گروه چنده؟ گروه 1. اگر به پی ختم شد آرایشم چی؟ اگر آرایش الکترونی به پی ختم شد چیکار کنم؟ تعداد الکترون های آخرین پی رو به اضافه عدد 12 کن. این همیشه ثابت. مثلا مثال بزن، Cl منفی، آقا 1s و 2s و فلان تا میرسم به 3s و 3p5 به پی ختم شد. میبینی به پی ختم شد. پس تعداد الکترون های داخل پی که 5 تا هست رو به اضافه 12 میکنم، میشه 17. پس گروه 17. دوره چنده؟ بزرگترین انش رو نگاه میکنم، 1 2 2 3 3. خب 3 از همه بزرگتره، پس دوره 3 هست، گروه 17. برای منیزیم بگو، منیزیم 1s و 2s و فلان تا میرسم به 3s و به s ختم شد، فقط الکترون های داخل s میشن شماره گروهش، پس گروه 2. بزرگترین nش 3 هست، پس منیزیم دوره 3. حالا اگر یه مدل دیگه بود، اگر به دی ختم شد آرایش ما، یعنی آخرین الکترونی که وارد کردیم وارد زیرلایه دی شد، چی؟ میگم مجموع تعداد الکترون های دی آخری و همون اس آخری. مجموع تعداد الکترون های دی و اس آخری میشه شماره گروه هم. مثلا Fe 26 کجا رفت؟ Fe 26 رسم میکنم 1s2 تا 4s2 3d6، میگم به 3d6 ختم شده، به دی ختم شده، پس شماره گروهش میشه دی و اس آخری. ببین میگم اس آخری یعنی آقا 3s2 رو دیگه حساب نکن، 1s2 رو حساب نکن، فقط اس قبلیش اینو حساب میکنیم. خب مجموع الکترون هاش چند تا توی دی هست؟ 6 تا. چند تا توی اس هست؟ 2 تا. مجموعشون میشه چند؟ 8. 8 میشه چی؟ میشه گروهش. دوره چنده؟ بزرگترین n 3 یا 4؟ خب 4 بزرگتره دیگه، پس دوره 4 هست و تمام. این مطلب جا مونده بود که خواستم براتون ضبط کنم.